سلام به دوستداران ورزش بزرگ و برنامه ترانسفر در عمل. نشر نوبتی خش را که از روی حساب 222 است، یعنی برابر به رقم‌های ارزشی گزارش نیمار از بارسلونا به PSG، اطراف مهمترین موضوعهای قابل بررسی را منظورتان می‌سازیم. در فوتبال تاجیک اگر دو موسم اخیر ریگارتاداس خزیده خود را از تفتیش به لیگ اول نجات میداد، این نوبت تیم ختلان بعد باخت از ریگارتاداس لیگ اولی را رسما ترک گفت. یکی از کهن‌ترین دسته‌های فوتبالی کشور با همین از موسم آینده در تهخانه فوتبال تاجیک جان میکند و از جانب دیگر ختلانی ها از حساب 20 گل و 30 گل به دروازه‌های به صاحب تیم‌های وحدت و گلستان آمارهای نوین به کف میکنند. در انگلیا باشد لوتون تاون با سابق دفاعگری تاتنهام و منتخب انگلیا شرطنامه بست. اندرس تاونسند با لوتون شرطنامه کوتاه مدت به امضا رسانید. نیمه‌نهاییگر 32 ساله در صف تیم نوش تا ماه ینور برآمد کرده رقم 30 را انتخاب کرد. دسته اخیری فوتبال بازی که وقتی برآمد در تیم‌های تاتنهام، کریستال پالاس و منتخب انگلیا معروف است، اورتون بود. تاونسند از ماه مارت سال 22 به میدان نآمده است. وضع که چنین باشد به مدت 3 ماه آوردن این بازیگر هم به منطق است، زیرا باز نشود که 1 سال و 2 سال بیارند و بعد درد سر شود. باشگاه اندلوسی سویلیا بعد جستجوی نه آنقدر طولانی مربی اخیراً به مثال فوتبال بازان به متخصص از آن سوی اقیانوس باور کرد و دیگو آلونسو را به حیث سرمربی نوی دسته اعلان نمود. شرطنامه با این متخصص 48 ساله تا آخر موسم به نقشه گرفته شده. آلونسو علاقه به کار در سویلیا شروع کرده است. جای اخیری کاری آلونسو منتخب اوروگوئه بود که آن را بعد از گرون برآمدن دسته در جام جهانی 22 ترک نمود. تا این دم تیم‌های اینتر میامی، دسته‌های مکزیکویی مونتری و پاچوکا، دسته‌های پاراگوایی الیمپیا و گوارانی و همچنین پنیارول اوروگوئه را تمرین داده است. روز 8 اکتبر سویلیا از وظیفه سبکدوش شدن خاصه لوئیس مندلی بارا را اعلان نموده بود. تحت رهبری نفری که دسته غالب لیگ اروپا در موسم 22-23 شد. موسم جاری سویلیا تحت رهبری مندلی بارا در 11 بازی همه مسابقه ها تنها 2 مرتبه پیروز شده است. با تجربه غنی آلونسو وقتی کار با تیم های آمریکایی لاتینی، سویلیا را ضرور می آید تا صف همشهریانش را در دسته زیاد کند، ولی احتمالاً خود آلونسو در سویلیا 1 سال زیاد کار نکند. با سخن سری کارهای بازاری دیگران، البته یک سخن سری بارسای پهلوان هم می رود که چطور تا حال از قرضداری ها خلاص نیست. با گفته رسانه ها بارسا 200 میلیون یورو از برای بازیگران قرضدار است. اینجا به نظرم دیگر یگان فیشنگ اقتصادی کار نمی آید. چطوری که انداز را باید سپرد، قرض ها را هم دادن در کار است. نشریه مارکا با تکیه به سامانه دخلدار با سودای ورزشی تو پلی بوک روی خط نوی قرض‌های ترانسفری کاتالانی ها را انتشار کرده است که آن هم 260 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. بارسا تا حال هم از برای دیونگ، لواندوفسکی و حتی پیانیچ قرضدار است. یکی از قرضداری‌های وزنین بارسا این خریداری فران تورس میباشد. زمستان سال 20 فران را از من سیتی بر عوض 55 میلیون یورو خریدند و با خلاصه آمدند که در دوام 3 سال 12 میلیونی میسپارند. از این پول بارسا تنها 15 میلیون داده است و قریب بود که سیتی شکایت کنی به فیفا می رفت، ولی گزارش ژائو کانسلو به قول به جنگ و جنجال همه را تینج کرد. وضعی به همین مانند اطراف ژول کنده، رافینیا و روبرت لواندوفسکی میچرخد. مثلا از بارسا به باواریا هر موسم باید 125 میلیون ارسال بشد، موسمی که لواندوفسکی بیش از 25 گل میزند. میراث قرضداری بارتومئو نیز زنده است. امسال بارسا باید که 4 میلیون از برای دروازه‌بان نتو میسپارید، ولی نتو باشد پیر شده است و قرضداری تا حال کار به امروز و پگاه مانده است. بارسلونا همچنین باید قرض آوردن میرالم پیانیچ را سپارد و پولها باید که میان تیم‌های لیون، روما، متس و شیفلنج 95 اکادمی اولی پیانیچ قسمت شوند.
این هم بازیگر است که یک بار پیراهن بارسا را پوشید یا نپوشید و رفت، ولی دسته حال هم از پس قرضها سرگردان است. همچنین از قرضداری فرانکی دیونگ نیز باید پولها سپاریده شوند. او را سال 19 از آیاکس بر عوض 75 میلیون یورو آوردند، ولی اگر هر 5 ساله 15 میلیونی به آمستردام هم رفته باشد، قرضها پیش خود بازیگر تا حالا نسپاریدند. ولی بر زمین که بارسا تا گوش در قرضها غوطه‌ور است، از این تیم هم بعضی‌ها قرض دارند و این پول هم نه کمتر از 37 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. فرصت‌های اخیر بارسا از حساب کارکرد مبلغ از حساب فروش دیگر برای بازیگران اندک به خود آمد. 20% از فروش احتمالی ژان-کلر تادیبو از نیتسا به یونایتد یا خود قریب 30 میلیون یورو. 40% مبلغ فروش را باید بتیس به کارتای لاپورتا گذراند اگر خوان میراندا را فروشند و 10% از المیریا در صورت فروش سرخیو اکیمه. باید گفت که در چنین دوران وزنین قرضداری هم بارسا را لاماسیا میخوراند، هرچند که کاتالانی ها از نیمی پولشا برای لواندوفسکی قرض دارند، نیمی دنیا از آنها بهر دستپرورانشان قرضدار است. یک سال پیش بارسا از برای مارک بارتا 31,000، تییاگو آلکانتارا 446,000، دانی ماریرو 307,000 و حتی از فروش تکراری ماورو ایکاردی 126,000 خزینه را پر کرد. از نقطه دیگر اگر بینگریم 260 میلیون قرض برای بارسا برای آن دهشت‌آور نیست که آنها این پول را به 5 سال و 10 سال خواهند سپرد. ولی اگر این مورد خود را زور گیرند و خریداری‌های نادرکار به مثل کوتینیو کنند، این مورد اگر مسی با بالشت بیشتر هم بیاید، جز مفلسی دسته را هیچ چیز نجات نمی‌دهد. ولی نوابسته به چنین وضعی ناشدی بارسا باز هستند بازیگرانی که آرزو دارند تا به مثال پیانیچ اقلاً یک بارک پیراهن بارسای بزرگ را بپوشند. از زمره چنین بازیگران البته برزیلیان و لاتینی امریکاییان هستند که با بارسا عمر بعد رمانتیکا دارند. این نوبت گیمارایش آرزوی بازی در بارسلونا کرده است و در آمدی کار ارزش این بازیگر برای بارسا ارزانتر خواهد بود. چطور دیاریو سپورت خامه می‌چکاند، طبق شرطنامه نو با نیوکاسل مهلتش تا سال 28 نقطه وجود دارد که کاتالانی ها در اساس آن می توانند برونو را با ارزش 65-70 میلیون یورو به دست دارند، در حالی که برای دیگران نرخ آخر بازیگر 100 میلیون پوند می باشد. آرزوی آشکار گیمارایش برای رفتن به بارسلونا ممکن زاغان را به رحمدلی وادار کند، ولی بارسا به همان ارزش ارزان هم هموطنی کوتینیو را خریده نمیتواند. بر زمین خبر برآمد که گویا بارسلونا میتواند تابستان سانچو را به اجاره گیرد. نماینده امیو به کمکنی معاش اگر راضی شود. طبق معلومات دیاریو سپورت نمایندگان منچستر یونایتد با تیم‌های زیاد اروپایی با ارتباط برآمدند تا از سانچوی نالازم برای تنهاگ خلاص شوند، ولی همه به قول خپند. اگر سانچو به کمکنی معاش راضی شود و بارسا او را تابستان به اجاره گیرد، تنهاگ به نظرم در منچستر از خرسندی توی کلان برپا می کند. ولی اگر خود تنهاگ تا این دم بیکار نماند یا الکی سانچو زمستان جای کاری نو پیدا نکند. ستاره نو درخش فوتبال اروپایی از کشور سربیا ماتیا پاپوویچ 17 ساله می باشد که به درجه معروف شده است که از برایش بارسا، ریال، بروسیا دورتموند الکی دو بازاری را سر کردند. شرطنامه نیمه‌نهاییگری پارتیزان باشد تا آخری موسم جاری بوده ماه ینوار 18 ساله می شود. به نظرم پاپوویچ را ضرور است که از میان این گرندها بروسیا دورتموند را انتخاب کند، ولی در مورد معروف شوی ناگهانی این بازیگر تنها یک فرضیه وجود دارد. به فکرم یک درست خود را رفیق نوواک جوکوویچ گرفته است که همگی او را میشناسند. موضوع نوبتی ترانسفری اطرافی بارسا آن است که تیم خاوی نسبت یان ماتسن از چلسی چشم دوخته است. تیم کاتالانی برای عوض مارکوس آلونسو که مهلت شرطنامه‌اش آخر موسم پایان می‌یابد بازیگری نو می‌جوید. با قول دیاریو سپورت دقت جانب بلاگورانا را یان ماتسن از چلسی جلب کرده است. در بارسا با وجود داشتن الکس بالده در کنار چپ خط دفاع چون وریانت ایدئالی می‌خواهد یک بازیگر دیگر در این موقع داشته باشند.
یکی از وریانت ها دوباره آوردن الکس ولی از لیوانته بوده. وریانت دیگری آوردن ماتسن است. شرطنامه بازیگری 21 ساله با چلسی تا تابستان سال 24 می باشد، ولی لندنی ها می خواهند شرطنامه را با او تمدید نمایند. ولی بارسلونا نیز با هر واسطه می خواهد ماتسن را نزد خاوی بیارد. مطلب اخیری داخلداری بارسا باشد تحقیقکاری این تیم از دفاعگری بوکا جونیورز والنتین بارکو می باشد، ولی با احتمالیت زیاد در مسئله مالی با منچستر سیتی دسته لاپورتا لنگو یتیم است. ولی باواریا واقعا هم می تواند سابق دفاعگری ارسنال ساکراتیس و پاستاتوپولوس را چون فوتبال باز آزاد شامل دسته کند. شتور سان انگلیسی با تکیه به بیلد آلمانی می نویسد میوخنیا امکانیت امضا کنی شرطنامه با یونانی 35 ساله را در پس منظر جراحت دفاعگران بررسی می کنند. گفته می شود که پاستاتوپولوس و سرمربی باواریا توماس توخل از زمان کار در بروسیا دورتموند مناسبت های خوب را حفظ کردند. دفاعگر باشد بعد انجام شرطنامه‌اش با اولمپیاکوس از تابستان سال روان بیکار بوده. پیشتر در صف ارسنال، میلان و تیم‌های دیگر مهنت کرده است، ولی اگر کاری باواریا به چنین پیرانی برجا مانده و بیکار مانده باشد، نه توخل به چیزی رسیده میتواند و نه کین در روز روشن جایزه می‌بیند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.